بعد جوشیدنی آب اول گندم را میپرتند از تورید. چقدرتر آمیخته کن که تگش نگیرد. مایلش رئیس. خیر کنی اکنون بگو اشوره را چی طور میپزن؟ راستش نمیدونم رئیس. با آتش نمیپزن، با هیزم هم. عاشقان با چی میپزن؟ نمیدونم. با ایمان میپزند استورید. از یاد نبرو. در وقت گفتن لا اله الا الله میگوی، سنت و سلام میرسانی. آب جوشید، گندم را انداز. تا حال یگاه خبر نیست؟ نه برادر، دست و پای ما بسته است. رفتیم. خوش آمدید بچه ها. سلام علیکم. علیکم سلام. خوش آمدید. خوش دیدیم رئیس. خوش باشید رئیس. گذرت شنید راست نیستید. بخیر است رئیس. آشی محرم میپزیم. بسم الله. به طهارت آمیخته نمیکنن ملا. استورید، تو این گب را از کجا گرفتی که ما گویا به طهارت میگردیم؟ میبخشیم ملا، نمیدونستم. کنی به من گویید حکمت ماه محرم چیست؟ در ماه محرم چه واقعی روی داده است؟ توبه حضرت آدم قبول شده است اکرم. باز چی؟ حضرت یوسف با پدرش بخوردن و 10 پیغمبر 10 اکرام. تو چی ها میگوی ها؟ انیق این کار کی روی داده است؟ اگو خبر میدی ها؟ شد تو دخالت نکن، من خودم میگویم. او را گفته یابید مایلش ها؟ چی شما را غمگین کرده است؟ دست داشتهمان را از ما میربایند رئیس. به جان برابرمان. من مال شما را، فرزندان شما را، نزدیکان شما را گرفته شما را امتحان میکنم نمیگویم؟ میگویم، ولی این برای ما وزین است رئیس. خداوند به هیچ کس باری برداشته نمیتوانستگی را بار نمیکند. اگر بار دهد خوبی برداشتن را هم میدهد. اگر تو اون قوت را به دیگر چیز صرف کنی این گپی دیگر است. انا همین طور. شهادت حضرت حسین رو به عهده ما گذاشتند. اگر از عهده‌اش نبرایم شاید فراموش کنیم. خدا بزرگ است رئیس. نه علی، نه حسن، نه حسین فراموش نمیشوند برادر. وقتی که کربلا گوییم و از چشم آدم مشک نریزد، من او را آدم نمیگویم. هیچ کس از من نرنجد.